بعد از او بپذیر. شاگرد یک ملا در پیش ملای دیگه نمیره، نه بروی. من شما را میگم همین مولای صاحبا را در مجلساش بروید سوال کنید، در تلویزیون فتوا میده سوال کنید، دیستی بگو دلیلش. یک سوال خو بکنی خیر است. شما مطالبه دلیل بکنی باز انشالله گپ متحد میشه، باز 4 قسم گپ نمیشه، گپ متحد میشه، یک گپ جور میشه. فقط دلیل سوال کنی که گفتی اینی گپ الاسقاط است، بله دلیل برات میگه تا فلان کتاب ذکر است، کتاب دلیل است. ذکر شدن یک موضوع در یک کتاب دلیل است. کتاب یک عالم تصنیف کرده تالیف کرده، گپ یک عالم دلیل است. دلیل چی را میگه؟ اول تو دلیل برای ما تشریح کو، بعد از اون شما اینمی سوالات دمی تلویزیون بکنی. اینجا فقط یجوز و لا یجوز، رواست بله رواست، نارواست نارواست، خلاص. و روی کدام دلیل، روی کدام سند؟ امی سوالا را اگر شما ادامه دادی انشالله اتحاد نه، اما علما پس خود بگه میلاد ثواب داره. روی کدام دلیل؟ چیزی که ثواب داشته باشه پیغمبر میکنه یا نه؟ صحابه میکنه یا نه؟ سوال دلیل پرسان بکنی که خود به خود گپ واضح شود. بله. قل الله یفتیکم، بگو یا استفتونک فی النساء، فتوا طلب میکنن در مورد زنا. قل الله یفتیکم، بگو الله فتوا میده شما را فیهن، فیهن در مورد زنا. قرآن کریم نظام اسلام حقی که برای طایفه مظلوم زن قائل شده، البته نه تنها زنا، هر طایفی که مظلوم بود، یتیم هم مظلوم بود، طفل هم مظلوم بود، الله متعال متعلق از یا احکام خیلی قوی را پیش ذکر کرده بود در مورد مال یتیم، تربیه یتیم، در مورد قشر مظلوم زنا. امروز هم که زن مسلمان میره دنبال دموکراسی غربی لعنتی و اونجا حقوق خود مطالبه میکنه، سخت جفا میکنه، سخت ناسپاسی است که از دین خود میکنه. او خواهر تو باید قدری منزلت تا بدانی. در مورد حکم تو الله خود میگه که قل الله یفتیکم، الله براتان فتوا میده، الله براتان فتوا میده. حق زن آنقدر قدر و قیمت داره که فتوایش کی میده؟ الله متعال میده. او تو باز میری در دامن دموکراسی خدمت برای بیدینا به چیستا ملحدین میکنی. خواهرم قدری تا بشناس نکو، آوازی سطری تا در پیش روی مردم در بازار بلند نکو. اما عزت و شرافتی که دین اسلام برات داده سر موضوع اکتفا بکن، انشالله عزتت بالا میره. اگر نه که عالی استعمال غربیا شدی قدر و قیمت دیگه هم کاسته میشه. 100 نفر لعنت الله را سرت میگه، بد دعا برات میکنه، وگرنه که در گیری جوانا آمدی دو چیریت میکنه. ایره بفهمی، نکو خود در خدمت بیدینا قرار نده، به خدمت اسلام بکن. امیر بگو که آن حقی که ما را اسلام داده ما او را مطالبه میکنیم، مسلمان ها باید او را مراعات بکنه. بس اینمی حق برات خوب است. و ما یطلع علیکم فی الکتاب فی یتام النساء، الله فتوا میده شما را آن چیزی را که تلاوت کرده میشه علیکم بالای شما فی الکتاب در قرآن کریم، فی یتام النساء در زنانی که یتیم مانده، اللاتی امو زنا لا توتونهن که شما نمیدی ما او مهری را یا او میراثی را کتبه که مقرر کرده شده لهن برای ازوا. الله فتوا میده که کدام چیز الله برش مقرر کرده شما چرا نمیدی؟ و ترغبون شما رغبت اعراض میکنه، میل داره ان تنکحوهن، دو ترجمه اینجا میکنیم. و شما رغبت و میل داره ان تنکحوهن که نکاح کنه خودتان، به خاطر از اینکه مالش دیگه کس نگیره، باز بعد از او مهرش نمیده. خودتان نکاح کردی امی یتیما دخترها را به این خاطر که مالش بیگانه نشه، باز حق خودش نمیپردازی، مسئولیت تا ادا نمیکنی، نه میراثش میدی، نه مالش، نه مهرش، این کارا میکنی. الله در مقابل ازی براتان فتوا میده. یک ترجمه. دوم، و ترغبون شما نفرت میکنی ان تنکحوهن که خطی از یان نکاح نکنی. نه نفرت داری از نکاحش، خو لیکن او طرف باز دیگه کس که نکاح میکنم نمیمانشه. چرا؟ به خاطری که مالش بیگانه میشه. ان تنکحوهن والمستضعفین، الله فتوا میده در مورد مستضعفین، یعنی او کسایی که بالکل ناتوان است، ضعیف است، حق خدا گرفته نمیتونه از کسی، من الولدان از اطفال یعنی خردا
و ان تقوموا للیتاما. در مورد ازوام الله فتوا داد که پیش ذکر شد. و همچنان الله فتوا میده و ان تقوموا للیتاما، که شما قایم شوی استاده آماده باشه برای حق پردازی یتیما، دخترای یتیم، بالقسط، به انصاف، هیچ حق تلفی از دوره نکنه. و ما تفعلوا من خیر، چیزی را که شما انجام میده از خیر، یعنی در حق زنا، یتیما و دیگه مظلومه، اگر شما کاری نیک انجام میده بر علاوه حقشان، فإن الله، یقینا الله متعال کان است، به بالای عمل نیک شما علیما، خوب میدانه، پاداش براتان میده. اگر شما جوانمردی میکنه به الله معلوم است. فتوای الله شد. قرآن کریم دفاع از حقوق مظلوم میکنه، کسانی که حق خود از کسی گرفته نمیتونه. در زمان جاهلیت اطفال، زنا و دخترای یتیم کلشان این حق خود گرفته نمیتونست، نه مهره و نه میراثه. الله متعال میگه که در حق از یا الله فتوا داده که حقوق از وار رعایت بکنه و بپردازی حقشه، بلکه اضافه بده. چرا؟ الله علیم است، میدانه اضافه شما الله براتون پاداش میده. چرا؟ این گروه های هستن که قابل ترحم و شفقت است. مظلوم است، مظلوم، امداد مظلوم ضرور است. چرا؟ الله همیشه مظلومه کمک و نصرت میکنه، پس هر بندی که با مظلوم کمک و نصرت میکنه الله او را دوست داره. مردم مظلوم همونطور تنها نمانه، رأی خدا، فکر خدا، قوت خدا قطعش همراه بسازه، به خاطر که عدالت قایم شود، ظلم از بین بره. چرا؟ اگر ظلم موجود بود الله متعال امن در اون منطقه نمیاره تا وقتی که ظلم موجود باشه. شرک موجود باشه الله امن نمیاره، شرک موجود باشه، خود ظلم که موجود باشه الله امن نمیاره. حکمت ظالم الله از بین میبره. ظلم باید نباشه. در حق از یا شما رعایت بکنید. امروز ببینی رعایت کردن دختر مثل حیوان واره میفروشه، پیسیش قند و قرود کرده پدر جان میگیره، حتی یک سوال هم از دختر نمیکنه که تو حق داشتی ده یا نداشتی. لچ روان میکنه شده چی؟ بدون کدام حق در خانه شوهر. برو بخیر. و این امرأة خافت من بعلها نشوزا، آن هدایت بزرگ زندگی خانوادگی است. چی رقم؟ اسلام دین همه جانبه و همه گیر است، شامل است. کل بخشای زندگی ما را قوانین داره، هدایات داره، دستورات داره، خصوصا نظام خانوادگی. چرا؟ نظام خانواده اساس جامعه است، اجتماع است. اجتماع از اینجا جور میشه و تهدابش از این مانده میشه که زن و شوهر عقد ازدواج میکنه، پس از او اینی سلسله شروع میشه. آیا زن و شوهر چه قسم زندگی داشته باشه؟ اگر یک کمی رنجش پیدا میشه در بین، یک کمی غم و غصه پیدا میشه، چه قسم علاجی از او شوه، معالجی از او شوه؟ قرآن کریم پیش در صورتی که زن اگر بدروزگار بود مراحل بر ما تعیین کرد. زن بدروزگاری میکرد، قطعی تو زندگی خوب نداشت، برات گفت نصیحت برش بکن، جایش جدا کن، یک کم کم بترسانش، سیاست کن. بعد از او اگر به این گپا نشد یک ثالث مقرر کن که ملامت و سلامت پیش کنه. اگر به او هم نشد در یک طور یک طلاق برش بده، خلاص بگذارشه تا که عدتش تکمیل نشده بگذارشه. اگر اراده خلاص کردن نداشتی تا دوم طلاق در دیگه طور بده، بعد از عدتش تکمیل شود. اگر نه که پس نگاه میکنی شد دیگه به احسان نگاه کن، قوانین بالکل مراعات بکن، ادای مسئولیت بکن. آیت ها بدروزگاری از جانب زن بود، معالجهش الله متعال بیان کرد که بین می سیستم علاجی امر بکنید. در اینجا بدروزگاری از جانب شوهر است. چه رقم علاجی نمی گپ شوه قرآن کریم برای ما بیان میکنه. و این امرأتون اگر زن خافت میترسه، از قرینه برش معلوم میشه که شوهر حق و حقوق از زیر نمی پردازه، من بعلها از شوهر خود میفهمه که نمی شوهر رعایت حقوقی مرا نمیکنه، مثلا نفقه شکم کرده یا است که چیسته، خب قطع از این خوش آمدید مانده نباشی نمیگه، راز گپی راز نمیگه، قطعش این از قرائن معلوم شده، خواب قطعش نمیکنه، وقتای زیاده در بیرون تیر میکنه، هیچ نوع میل نداره. اگر میترسید زن نشوزن از بدروزگاری شوهر خود که بد دماغ است، قطعا روش خوب نمیکنه، او اعراضن یا بی‌پروایی داره، هیچ روی طرف ما التفات توجه طرف ما نداره، فلا جناح علیهما، نیست گناه بالای هر دو زن و شوهر،
ای یصلحا که صلح بکنه بینهما در بین هر دویشان، صلحا به صلح کردن. اینا صلح بکنه. زن میدانه که این شوهر خو حقوق مرا مکمل پرداخته نمیتونه او نمیپردازه، چی بکنم قطع ازی؟ اگر روزگار ما به می سیستم باشه باز خو نمیشه دیگه. این خو مسئله یک روزه و دو روزه نیست، مسئله عمر است. الله متعال میگه در بینشان صلح شود. شوهر بگویه که من از تو نان و نفقه زیاد طلب ندارم، من از چیزای زاید قیمت بها از تو طلب نکردم، من بسیار چیزای کمه. اگر کدام وقت من تو را مجبور به پرداخت یک چیزی خیلی قیمت بها کرده بودم باز مرا ملامت کن، لیکن چرا توجه نمیکنی طرف من، حق مرا چرا پوره نمیکنی؟ نه قطعی صلح را، راه صلح را در پیش بگیره. برش بگویه ای یصلح بینهما که صلح ای یصلحا، که صلح بکنه اردویشان بینهما در بین خود، صلحا به صلح کردن. اردویشان صلح بکنه، چیزی تنازل بکنه از حقوق زن و چیزی تنازل بکنه از حقوق خود مرد. صلح وقتی میشه که از اردو جانب چیزی کم کم شود و اردو توافق حاصل بکنه. الله متعال میگه با وصفی که در حقی تو کوتاهی میکنه، لیکن بازم خوب نیست که تو از این شوهر جدا شوی رایت بگیری، بازم تو این خانه را باید نگاه کنی. چرا؟ اولاد است، اولاد از دلت نمیبره. تو میتونی اینالی بازم روزگاری خدا خوب بکنی. به چی؟ به ای که بعضی حقوق کم کنی، قطع از او صلح بکنی، توافقتان بیاید. یک و الصلح خیر، صلح خیلی بهتر است. اگرچه اینجا صلح در مورد مسئله باقی ماندن نکاست که زن و شوهر با هم جدا نشود. چرا؟ جدایی زن و شوهر تنها حالات امی زن و شوهر خراب نمیکنه، بلکه تاثیر منفی سر اولاد داره، تاثیر منفی سر اردو خاندان داره. اردو خاندان زن و شوهر سخت متاثر میشه از این، بلکه تاثیر منفی سر کل جامعه داره. زن و شوهر که مخالفت میکنه در جامعه انواع فساد و گپا پیدا میشه. از او خاطر الله متعال میگه به یک وجه نه یک وجه در بین جرامت موجود باشه تا که زندگی ادامه پیدا بکنه. الله متعال میگه صلح بهتر است، اما صلح در هر مورد بهتر است، ولو که مسئله معامله باشه، دعوا سر یک جای است، مسئله قرض است، مسئله شراکت است، ایجاره است، در هر چیزی که نظام موجود میشه صلح خیلی بهتر است. عمر رضی الله عنه وقتی که یک دعوا پیدا میشد به قاضی حکم کرده بود که اول دو نفری که در بین خود دعوا داره، پیش که شما مسئله دعوای از یار در کدام سرحد برسانی، بعد از فیصله کنی اول در بینشان صلح بکنی. چرا؟ در صلح کردن در قلب یکیش بدی باقی نمیمانه، کینه باقی نمیمانه، هر دو راضی میشه او موضوع حل میشه. اما وقتی موضوع را کش کرده میره اگرچه در آخر امر حق به حقدار پرداخته میشه، لیکن در قلب هر دویش کینه موجود میباشه که تو مرا حقی ما بود، این قدر وقت مرا دواندی، رشوتا دادم، از کار مرا بیکار کردی. از همون خاطر در قلبش سخت دشمنی در جانب مقابل باقی میمانه، هر وقت به دعا نفرت از او مردکه داره. اما صلح کی شود گپا خود به خود حل است. عمر در دستور به قاضی و حاکمای خود داده بود. او صلح واقعا هم دو طایفه با هم جور میشه. انسان وقتی میفهمی مصلحت دائمی را همیشه انسان نظر میکنه، فایده موقت در نظر نمیگیره. فایده موقت زن اینیا لیجا چیسته؟ فایده موقت است که نه برای من اینمی کالا را بکن، ماندنید نیستم. لیکن آلی اگر این کالا را محکم بگیره، شوهر قطعی زد چی میشه؟ دشمن میشه. این باید زن در نظر بگیره مصلحت دائمی را که من اگر اینی کار را بکنم امروز غصه است، صبا طلاق میده، باز چی کنم؟ اولادا ایجا باقی میمونه، کدام طرف برم؟ انسان عاقبت و انجام خود در نظر بگیره، از بعضی حقوقی خود تنازل میکنه، میگه پایین میشم. شوهرم هم اینطور باشه و هم باید این اینطور صلح را بپذیره، بعضی حقوق خامخواه باید بپذیره. اینطور خو نمیشه زنم باشه لیکن حقی تا نمیپردازم. و احضرت الانفس الشح، حاضر کرده شده به نفسا حرص و بخیلی. نه صلح چرا خیر است؟ مردم ها در مورد مال سخت حرص داره، هر کدام تلاش داره که برای ما حاصل شود. زمانی که یک چیزی مال برش داده میشه
بسیار خوش آماده می باشه برای پرداخت حقوق. تا وقتی که اگر چیزی را برش نگویی آماده نمی باشه به پرداخت حقوق. یک مثال براتون میدم. بعد از ختم ترجمه دوستا چون مکاتب امروز و صبا موجود است دیگه مکاتب رخصت میشه و ما این مسابقه ما ضرورت داره که کتابا و سوالا در مو جاهای مراکز خیلی عمده چی شوه روان شوه. اگر جوانا را بگوییم که بیای امیر ببره هر کدام آماده هست خب لیکن چون که کرایه را کس برش نده باز میگه نه، میگه خود خطا میده شانه را خالی میکنه. چرا؟ علتش است که در نفس انسان همیشه حرص مال چی است؟ بگه حاضر شده است. این اگر تو بخوای نخوای الله متعال فطرتا در وجود ما و شما گذاشته. هر کدام ما حرص چی را داره؟ بگه مال داره. هر کسی از ما مال مطالبه میکنه آماده نیستیم که مال بدیم. وقتی خدا میدیم کار قطش میکنیم، وقتی از ما چنده طلب میکنه میگیم نه نیستیم دهیم. چرا؟ در نفسا الله متعال اینمی حرص مال حاضر کرده. پس وقتی که به شوهر یک چیزی از مهر معاف شوه یا یک چیز از نان و نفقه کم شوه شوهرم چی میشه؟ خوش میشه. بعد از او در عملی کردن زندگی زن و شوهری آماده میشه. قرآن کریم اینی نکته و فلسفه زیره میگه که بس اوقات انسان مصلحت دائمی خود در نظر میگیره از فایده موقت خود تیر میشه و این بسیار خوب است. یک دکاندار و خریدار زمانی که ببینه تو را که از دکاندار دیگه 1 روپه ارزان میدی، همیشه در حالی که 1 روپه او قدر متاع نیست لیکن همیشه نظرش دینمیسته که پالی تو دکاندار بیا. اینی تو دکاندار مصلحت دائمی را در نظر گرفتی. گفت دم یک دفعه خریدار برات آمده خب فریبم داده میتونی 10 روپه فایده از پیش میگیری، اما اینمی خریدار آینده 20 مرتبه به پیشت میآید. در یک مرتبه 10 روپه فایده گرفتی، مردکه فهمید که دیگه جا 1 روپه از تو که ارزان است دیگه پیش تو نمیاد. 20 مرتبه او رفت اونجا 20 روپه فایده را به او دکاندار داد، تو به خاطر 10 روپه از 20 روپه چی شدی؟ محروم شدی. قرآن کریم برای چی؟ ادامه زندگی انسانی، ادامه یک کار و روزگار، اینمین نقطه را همیشه تاکید میکنه که ما مصلحت دائمی را در نظر بگیریم، از فایده موقت تیر شویم. فایده موقت مفید نیست. فایده اونمو فایده است کم باشه اما مستمر باشه، دائمی باشه. ما وقتی که از مردم کمک هم طلب میکنیم میگیم به طریق دوام چقدر میپذیری ماهانه در اینجا چیزا برای خدمت دین تو اعانه میدی، این را دائمی بگو. مقطعی خو یک دفعه اگر کسی 1000 هم بده بله داده میتونه، اما دائمی دو فایده داره. یکی خودی و آدم همیشه در صدقه است، در ثواب شریک است. دوم تو مطمئن هستی که اینی پولم است، مطابق امو پول امو آمدنت امکاناتت اینجا نقشه ما درس برابر میکنی. از مقطعی یک دفعه زیاد برد میاد 4 استاد گرفتی دمای دیگه هیچ کس نیست، 4 استاد کلش به در از پیشت میگیره، برو بخیر. یک ما تو استاد داشتی ما دیگه نداری. از او خاطر است قرآن کریم چقدر نکته خیلی باریک ولی خیلی مفید اشاره میکنه. زن میگه برای نفس انسان بخیلی حرص مال وجود داره، تو کمی از حقوقت کم کو، مرد کم باز راضی میشه که قطع تو دوام زندگی را چی بکنه؟ قطع قرارداد کنه که بله ما تو همیشه هستیم. و این تحسنوا و تتقوا فإن الله کان بما تعملون خبیرا. این در صورتی است که انسان در معیار پایین قرار داره، در مرتبه پایین. بعضی مردم هستند که وا معیار بالا داره، الحمدلله همت عالی داره و نه در قصه مال است نه در قصه هیچ چیزی نیست. در قصه عزیزه که ما چه قسم نفهم برای مردم مخلوق الله برسه. و این تحسنوا اگر شما احسان میکنه این حالی اگر زن آماده شد که مهر خدا معاف بکنم تو میگی نه این مهر چیسته، تو سر ما حق مهری دیگه هم داری، قدری توی قدر پیش ما هسته که الله برام چیزی در دست داد بده این طور طلا برات بخرم که پرسان نکن. بعد از او بیبی که زن چه رقم خدمتی تا میکنه احسان بکن برش بگو واقعا حقش است. حالی طلا برای زن که بخری از دست آدم میبره؟ نه، ملکیت توست. یک روز اگه سختی سرت بیا یقین بکن اول امی طلای زن خودش طلا را میده که برو اینی مشکل حل بکن. اما به اینمی قدر زن آن قدر خوش میشه که پرسان نکن که شوهر ما امی قدر پیش ارزش دارم، امی قدر قدری مرا میکنه. اولادی تا اینطور نگاه کنه که پرسان نکن، نفس خود اینطور نگاه کنه که پرسان نکن.
اما ما مردم همین نکته ها را نمیدانیم. همیشه خشونت، همیشه زدبازی، همیشه طعنه دادن، همیشه او را پایین بزن، توی چیز نیستی، توی چیز نیست، بدر میکنی، زندگی تا خود خراب میکنی. قرآن بر ما میگه و این تحسین، اگر شما احسان میکنی، خوبی دیگه میکنی بر علاوه حق. خطاب دیگه با کیسته؟ با شوهرها. و تتقوا، از الله میترسی که حقش پورا میکنه، در مقابل حقوقش کوتاهی نمیکنه. فان الله، یقینا الله متعال کان هست بما تعملون، با آن چیزی که شما انجام میده، خبیر و خبردار است. تو غیرت میکنی به خاطر دین الله متعال، الله میتور صلح ایتور موافقه را در زندگی بیاره که پرسان نکن، ادنا جنجال برات پیدا نشود. ولن تستطيعوا ان تعدلوا، هرگز شما توانایی نداره که عدالت مراعات کنی بین النساء، در بین زنا. ولو حرصتم، اگر چه حرص داشته باشه، فلا تمیلوا، وقتی که عدالت خیر مراعات نمیتونه چی کنه؟ شما میلان نکنه، انحراف نکنه، کل المیل، به تمام انحراف، یک هم در ظاهر هم در باطن مکمل. قط یک زن رای تا بگیری دیگر را نه ایلا نه کالا، همون تریلا کنی. فتذروها، بگذاری او زنی دیگر را کل معلقت، به مثل آویزان که نه بالا میکنیشه نه ایلا میکنیشه که پایین بیا. و این تصلیح، اگر صلح بکنی شما در بینتان جور آمد بکنی، و تتقو، خود نگاه بکنی از عدم پرداخت نعوذ بالله حقوق. فإن الله، یقینا الله متعال کان هست غفورا، مهربان ذات، رحیما رحم کننده. نه از این آیت در ظاهر معلوم میشه میگه شما قطعا عدالت مراعات کرده نمیتونی. و اونجا تعدد ازواج هم الله موقوف بالای چی کرده بود؟ عدالت کردن. اگر عدالت نمیشد چند زن برای ما جایز بود؟ یک زن. و این خفتم الله تعدلو فواحدتا گفته بود. او اینجا خودی قرآن میگه که شما عدالت نمیتونی. از همون خاطر یک تعداد از این آیاتات دلیل گرفته که تعدد همسران ناجایز است. و کسایی که چاپلوسی غربیاست و نعوذ بالله میلانش طرف دین نصاراست، در دین نصرانی تعدد همسران نیست و تلاش میکنه که ثابت بکنه در اسلام هم که تعدد همسر جایز نیست. چی رقم تلاش میکنه؟ این رقم. اونجا الله میگه فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، 2 3 4 خبر ما اجازه داده، خود از صورتی که عدالت بکنیم. فین خفتم الله تعدیل، اگر میترسی که عدالت قائم نمیتونه، فواحدتا، یک زن نکاح کنی. و اینجا خودی الله میگه که ولن تستطيعوا، هرگز توانایی ندارن تعدیلو که شما عدالت قائم کنید. پس معلوم شد که عدالت قائم نمیشه. عدالت اگر قائم نشد سر یک زن اکتفا بکنید، معلوم شد که در اسلام هم یک زن نکاحش درست است، تعدد همسران نامده. لیکن این الحاد است، این بیدینی است. تفسیر قرآن کریم توسط سلف میشه، توسط پیغمبر علیه السلام، صحابه کرام، که عدالت در اموری غیر اختیاری است که محبت قلب میگه. انسان در بین اولادم قد یک خیلی زیاد دوست داره، دیگر نه، خصوصا طفلی خرد همیشه زیاد موردی چی میباشه؟ بگه محبوب میباشه برای پدر و مادر. حالی دیگه او قدر دوست نیست. یعنی محبت قلبی غیر اختیاری است، اختیار انسان نیست. انسان مکلف برای مراعات عدالت در امور ظاهری و اختیاری است. کدام امری که در اختیار توست در اونجا عدالت مراعات بکن. در اونجا عدالت مراعات چطور؟ با اطفال خود یک قسم کالا بیار، یک قسم نوازش بده، یک قسم تربیه بده. یکی را فقط کورسش هم نبیدی، دیگر را 4 کورس پیسش داده. عجیب است، عدالت کن. یکیشا بگوی خب لباسا را میاری، دیگه شا لیلامی برش میاری. عدالت نمیکنی. این امور ظاهری است، اختیار انسان است عدالت میکنه. در تعدد همسران اینمی قسم است. در امور ظاهری باید عدالت مراعات بکنی. امور ظاهری کدام است؟ نان، نفقه یکسان. کدام قسم روغنه که به اوردی به مو مقدار دوام دیان. کدام قسم کالا، کدام قسم میوه، هر چیزه. همچنان وقت شب تیر کردن، یک شب قطع زوست، یک شب حتما قطع زو باشی. در مسائل ظاهر داری و امور ظاهری تو مکلف به عدالت هستی، به خاطر که در اختیارت است. اما در امر باطنی محبت قلبی قطعا نمیتونی که برابر کنی. پیغمبر علیه السلام با وصفی که مکلف نبود که عدالت ظاهری را هم در بین ازواج مطهرات مراعات کنه. پیغمبر میتونست خط یک زن خود یک ماه تیر کنه، خط زن دیگه خود یک روزه. چرا؟ اینمی معافی الله برای پیغمبر به خاطر ازی نبود که خواهشات پیغمبر پوره شود. پیغمبر مصروف بود. پیغمبر در امور دعوت خیلی زیاد مصروف بود.
نمیتونست که تمام امور ما رعایت بکنه، اما بازم با وصفی که پیغمبر مکلف نبود بازم رعایت میکرد. باز میگفت که اللهم هذا چیست؟ قسمی فی ما لا املکو، اینمی تقسیمی مست در آن چیزی که در اختیارم است. فلا تلمنی فیما انت تملک ولا املکو، در آن چیزی که تو مالکیش هستی اختیار داری یا الله و من در اختیار ندارم، دو مرا مؤاخذه نه. فلا چیست؟ مرا ملامت نکنی، مؤاخذه نکنی در آن چیزی که تو مالک هستی و من اختیار ندارم. محبت در اختیاری پیغمبر نبود، از او خاطر محبتش همراه عایشه رضی الله خیلی زیاد بود.